بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو برای همه شما دوستان آرزومندم. موسوی هستم، مدرس قرآن و همچنین مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت آقای تصمیم. دوستان من چند مدت هستش که دنبال یک راه ارتباطی میگردم تا بتونم این آموزش های قرآنی رو که تا حالا کسب کردم با شما به اشتراک بذارم. برای این منظور خیلی راه ها رو امتحان کردم و تنها راه و گزینه مهم رو که پیدا کردم همین یوتیوب بود. به همین منظور یک کانال زدم در یوتیوب با عنوان کلام وحی که همطور این که از نامش پیداست از در مورد قرآن و کلام خدا صحبت شده. همچنین که میدونید این قرآن ما کتاب آسمانی خدا هستش که بر پیامبر اسلام در 1400 سال پیش نازل شده و کتاب هدایتگر انسان‌ها و متقین هستش. انشاءالله که ما بتونیم با درس گرفتن از این کتاب آسمانی راه زندگی خودمون رو پیدا کنیم. در مورد همه چیزهایی که حتی شما فکرش هم نمی کنید در قرآن صحبت شده. امیدوارم که ما بتونیم این قرآن رو با ترجمه و مفاهیمش یاد بگیریم و صرف خوندن نباشه که ما فقط بخونیم و مفاهیم رو یاد نداشته باشیم. من در کانالم از آموزش‌های قرآنی از قبیل روحانی، رواخوانی، تجوید، حفظ و ترجمه، مفاهیم و تفسیر و تدبر در قرآن صحبت کردم. امیدوارم کسایی که علاقمند هستن کانال من رو سابسکرایب کنن و به دوستان خودشون هم معرفی کنن تا دوستان خودشون هم بتونن از این آموزش‌ها بهره مند بشن. من از اول در کانالم از آموزش‌های روحانی شروع میکنم و بعد مفاهیم و ترجمه رو مد نظرم دارم که خیلی درس مهم و مبحث مهم هستش که ما اگه یاد نداشته باشیم مفاهیم و ترجمه رو انگار هیچ از قرآن یاد نداریم و ما فقط داریم قرآن رو میخونیم و تلاوت میکنیم. تلاوت کردن صرف برای ما مهم نیست، اینکه ما مفاهیم و ترجمه ها رو بفهمیم خیلی برای ما ارزشمنده. اینکه ما بدونیم که خدا در چه آیه‌ای از چی صحبت کرده برای ما مهمه. مثلا از در مورد حجاب که الان مبحثش داغ هستش و خیلی در رسانه ها از این مبحث صحبت میکنن، در قرآن یاد شده. برای این منظور من در کانالم این مباحث رو گفتم. امیدوارم که هر کی علاقه‌مند به این نوع آموزش ها هستش کانال من رو سابسکرایب کنه و اون زنگوله هم بزنه تا بتونه از ویدیوهای جدید من هم اطلاع پیدا کنه. متشکرم، ممنونم.